اگه فکر میکنین لوگوها فقط یه طراحی خوشگل و بی هدفن، سخت در اشتباهین. پشت پرده خیلی از این لوگوهایی که میبینیم کلی فکر و معنا و حتی بعضی وقتها یه پیام پنهان خوابیده. بریم با هم ببینیم بعضی از معروف ترین لوگوها چی میخوام بهمون بگن. تابلرون، یه کوه شکلاتی جذاب که اگه با دقت نگاه کنین یه خرس دقیقاً وسط کوه پیدا میکنین، چون شهر برن سوئیس که تابلرون از اونجا اومده شهر خرساست. لوگوی NBC، طاووس رنگی خوشگلی که پرهاش نماد تنوع برنامه هاست. نشونه افتخار NBC به رنگی شدن تلویزیون وقتی تازه از سیاه و سفید جدا شده بود. آمازون، فلش زیر لوگو که از A تا Z میره، یعنی همه چی دارن، همون از شیر مرغ تا جون آدمیزاد خودمون. نکته دیگه این که اون فلش خودش یه لبخنده، یعنی خرید قرار تجربه خوشحال کننده ای باشه. فدکس، بین حرف E و X یه فلش مخفیه که نماد سرعت، دقت و تحویل سریعه. و در نهایت BMW، رنگ‌های آبی و سفید وسطش مستقیما از پرچم ایالت باواریا تو آلمان اومدن، همون جایی که BMW متولد شده. قسمت وسط لوگو یه ملخ در حال چرخشه، چون BMW اولش موتور هواپیما میساخته، هرچند خود شرکت میگه این برداشت از یه تبلیغ قدیمیه و نه طراحی اصلی لوگو.